خسته نشدی؟ همش میمیتای سرشنبه مسخره بازی. کافیه یکم به خودت بیا. چی کار داری میکنی؟ با این ریشات. It's Mimi time, bitch. هفته بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم ولی بازگشتم. از اینا گرفتم، فکر کنم اسمش ویاره. ببین اینجوری بهت بگم که دهنتون اول از سرویس کل ویدیو داریم. بعد از تقریبا 3-4 روز سر درد، چشم درد، حالت تهوع دارم. جدیدن واقعیت رو با مجازی قاطی میکنم. خیلی عجیبه ولی مارک زاکربرگ راست میگفت. بریم که کلی میم داریم که باید ببینیم و تو هم کلی سابسکرایب و لایک و کامنت. اوکی shut the fuck up let's go. مترزک وقتی برای اولین بار مگولی رو دید، با مترزک میم شروع کردم این دفعه. اینا نمیدونن که من گیم. نه هنوز سر مگولی و الیرکسا گیر کردید بابا، ول کنید. هر شاهکاری یه کپی بیارزش داره. بله متاسفانه دیدم پوتک هم این کار کرد. قشنگ فردای روزی که من این ویدیو رو گرفتم دیسکورد فیلتر شد. بله متاسفانه دیسکورد فیلتر شد. میگن که اوکی شده ولی الان ولی خب I don't know. مترزک کل کانتنت شد نه من نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. من همه کانتنت ها از خدا لعنت کنه مخابرات ایران رو. شما مترزک میمر هستی، نقاش محله مترزک. از محله من برو بیرون. مترزک بعد 10 تا استوری تلاش برای ویدیو You don't listen, do you? No. I don't think you ever. No. He doesn't listen. Hear me. گوش نمیده. باختیم. فالوم کرده ولی خب پی ام ندادم. شاید واسه اینه که جواب نمیده. مترزک وقتی مگولی کلیپ گذاشت الیرکس آدم با استعدادی بودی. خواستم به کمک تو دشمنان رو نابود کنم تو به اونا. یه چیزی جالب فکر کنم بهتون گفتم. ویدیوی من قبل از الیرکس گرفته شده. میز چرخید سمت من. 6-7 ماه قبلش بود فکر کنم. نمیدونم چرا دقیقاً بعد از ویدیو الیرکسا ویدیو من رو گذاشت و الان یکم عجیب غریب شده داستان. ولی خب بله من اول گرفته بودم. کسی که اینجا باید قور بزنه منم. ولی خب اوکی هم من مامانم. چرا دوستاتو دعوت نمی کنید ما ببینیمشون؟ دوستام تو حالت عادی. اینجا داشتم من چیکار الیرکسا بعد از ویدیو مترزک با مگولی دم گود وان عالی بود. کاگان هیچ وقت فکر نمی‌کردم کاگان یه روز واسه من میم درست کنه. من بعد از اینکه فهمیدم دختره بلاکم کرده با اینکه توی قرار اول کلی براش خرج کردم و بردمش بهترین فلافلی دنیا. چرا ول کرد؟ چون بردیش فلافلی فلافل. علی تا حالا سورنا گوش دادی؟ نه مگه چی من باید اینو ریمیک کنم. صبر کن. نمیشه آجی فیسم تو این خیلی واقعا مشخص از درون مردم. منو تو مثل همین خوف میکنن. بله چه کسی نجات پرستی رو شروع کرد؟ Wait. بریم دنک میمز. مدل های اینستاگرام مربی مهد کودک مربی مهد کودک میگن. اصلا نمیدونم چرا
جدی کسی خواست زن بگیره بره مربی مهد کودک، البته اعصابش احساس کنم خورد میشه. اون زمان که مهربون بودن، الان دیگه نمیدونم. مادر این کفش مناسب خرید میباشد. You goddamn right. You goddamn right. از زمان صفویه افتخار داشتیم، از زمان قاجار افتخار داشتیم، اینم سندش. لحظه، یعنی از پیووی رسیدیم به موقعیت، حالا رسیدیم به لحظه. ساعت 7 صبح و تو صبح و تو هم نمیدونی معلم داره چی میگه، چی میگه. کلمه ه نداره تو کیبوردش، کسی که اینو ساخته. چیه رو شین نداره شنشه اشنجه هنم هو وکلکی هو مالکا شینگ شن. چه من کاملا متوجه شدم چی گفت ولی بهتون نمیگم. واکنش یه خارجی بعد از یه روز زندگی تو ایران. اینجا چگونه زندگی میکنی؟ خوب، خیلی خوب. من و دوستم در حال بحث کردن که کی بتمن شه و کی رابین. نه ببین، من باید بتمن باشم به خاطر که شاخهای گنده دارم، ولی نه ببین، رابین بچه باید باشه، سن تو خیلی کمتره، تو باید رابین باشی. اینجوری که نمیشه. اصلا من کتومنم. This is هیچکس. سطح میما داره میره بالا، ولی خب 2 تا گوش اینجا داریم توی تصویر. راست میگه، چرا اینقدر شبیه هیچکس بودین؟ یه رو کارمون میگیره. عجیبه. مامانم بزرگ بشه آدم میشه و به راه راست میره. همچنان من تو سن 70 سالگی حاجی من عاشق این پیرمردم. واقعا امیدوارم سلامت روانم جوری باشه که مثل این حال کنم با موشک و این چیزه. این بنیامین خارجی هست. امروز میخوایم باش بار جابجا کنیم. استاد اسپلینتر در تهران کشته شد. حاجی این یا لاک پشتای نینجا اگه توی ایران ساخته میشد. رفیقم از کادوی تولدی که بهش دادم خوشحاله. حاجی با این هیکل داره او کادوی تولد. کادوی میم های هادی چوپان فوق‌العاده است. این دیگه چی فوق‌العاده است؟ این ویدیو. So